سرباز سرباز وطن چه شد؟ سرباز سرباز وطن کجاست؟ سرباز سرباز سکوت تو چه سرد و سخت و بی صداست. سرباز سرباز مزار تو میان دشت و تپه هاست. سرباز لباس خونیت غرور لحظه هاست. سرباز اگر سحرگهان تو را به خون کشانده اند، تو استوار مانده ای و دشمنان نمانده اند. کنون که اوج و قله ای، کنون که قلب میهنی، سرباز بدان که تا ابد برادر منی. سرباز سرباز وطن چه شد؟ سرباز شهید راه ما، بدان همیشه جای توست میان مشت توده ها. تو از تبار ملتی، صدای تو مرا صدا. سرباز حماسه تو شد شه حماسه ها. سرباز سرباز تو ملتی، تو رهنمای غیرتی، تو خصم خون دشمنان، تو پایه های دولتی. سرباز سرباز کنون که صبح و خار چشم عزلتی، سرباز بدان که بعد از این طلوع سنتی. سرباز بخوان که خواندنت غریب شادمانی. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو سرباز که به صدای سربازان و مبارزان خودشون توجه میکنند. عزیزانی که از طریق اینترنت از سایت رادیو سرباز امروز برنامه رو دنبال میکردند، متوجه شدید که ما از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و سوئد ما برنامه‌های صدای مردم رو به دلیل انتخاباتی که در حقیقت انتصاباتی که فردا هستش دنبال میکردیم و 1-2 ساعتی هست که من خودم شنونده صحبت‌های آقای تبرزدی هستم. در هر صورت امروز پنجشنبه 25 فوریه هستش، در حالی که فردا از 8 صبح نمایش سیرک انتصابات در ایران انجام میشه و جالب این که رادیو فردای هم این مسائل رو میخواد به طور زنده تعقیب کنه. چقدر براشون جالبه اینا. ما امروز خانم دکتر بهیه جیلانی رو خواهیم داشت، ولی قبل از اینکه خانم دکتر جیلانی رو داشته باشیم اجازه بفرمایید که ما بریم به سراغ مقداری از سرتیتر خبرها که ببینیم که چه خبر دنیا چگونه است و به چه شکلی پیش می رود و بعد در خدمتون باشیم با خانم دکتر بهیه جیلانی. کردهای سوریه به آتش بس می پیوندند. بلژیک مرزهای خودشو بست به دلیل اینی که تصمیم فرانسه برای تخلیه کمپ غیرقانونی در کاله بلژیک برای مقابله که پناهنده ها هجوم میارن به اون کشور مرزاشو بسته. اسرائیل میگه ایران در حال ایجاد شبکه بزرگ ترور در اروپا است. یک دستفروش در تهران اقدام به خودسوزی کرد در مرکز تهران. توافق امریکا و چین بر سر تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی. هنرمندان ایران خواستار تصویب قوانین حمایت از حیوانات شدند. مخالفت جمهوری خواهان آمریکا با بستن زندان گوانتانامو. پارلمان آلمان بسته دوم پناهندگی را تصویب کرد. توضیح بدم خدمتتون که شرایط رو دختر میکنن به این ترتیب که اگه پناهنده اقامت هم بگیره نمیتونه خانوادهشو بیاره. چیز غریبیه. پیشبینی دولت آلمان میگه بیش از 3.5 میلیون پناهجو تا 2020 خواهند داشت. این یادتون باشه 3-4 سال پیش همین آلمان اعلام کرده بود که تا 10 سال دیگه اصلا نیروی کاری ندارن، بچه
جوان کمه در آلمان و اینا همه رو به هم مربوط بدونید عزیزان. یعنی که ما تا 2020 هم این وضعیت رو در خاورمیانه خواهیم داشت. شهرک خناصر از کنترل داعش خارج شد توسط ارتش سوریه. خامنه‌ای میگه برخی نفوذی ها متوجه نیستند که نفوذی آقای دکتر ملکی، محمد ملکی، رئیس اسبق دانشگاه تهران میگه من در انتخاباتی که توسط سپاه و منصوبان ولی فقیه مهر چینی شده است شرکت نمی کنم. من رأی نمی دهم، تو رأی نمی دهی، ما رأی نمی دهیم. اطلاعیات زیادی پخش شده درباره گسترده ترین نافرمانی مدنی جمعه فردا 7 اسفند که در نمایش انتخابات شرکت نمی کنیم. واقعیت هم اینه که نمایش هستش عزیزانم. و در آلمان تظاهراتی کردن و پلاکارت‌های بزرگی در دست دارن، میگن که اگر با رأی شما تغییری حاصل میشد انتخابات را به حکم موهوم حرام میکردن. این یک حقیقت واضح عزیزان. اردوغان توافقنامه آتش بس در سوریه را شرافتمندانه نمیداند، نه به انتخابات غیر دموکراتیک و پیشاپیش مهندسی شده. ایران به هر شهیدی که هر کسی کشته بشه از فلسطینیا $7,000 میدهد عزیزان، و به هر خانه‌ای که آسیب داده باشد $30,000 میدهد. این در شرایطیه که هنوز خرمشهر خونین شهر هستش و خرابه است. ده‌ها سازمان غیر دولتی و کارتونیست خواستار آزادی آتنا فرقدانی شدند. و ایران بله 7,000 تا هم خدمتتون عرض کردم. اردوغان میگه آمریکا، روسیه و ایران در سوریه به فکر خود هستند. خب طبیعیه آقای اردوغان، شما نیستی؟ کودکی اهوازی بر اثر گرد و خاک شدید جان باخت و تصاویری اومده که در ایران چقدر این عکسای تبلیغاتی رو همه رو پاره کردن، در و دیوار رو مردم پاره کردن همونجور تو مسیرشون. سد کرخه عامل مهم حمله ریزگردها به اهواز هستش و دخالت هراس و گل به خودی خامنه‌ای. اینا از تیترای روزنامه‌هاتی هست. جنتی میگه تا جایی که توانستیم رد صلاحیت کردیم، زحمت کشیدید. ایران به هر خانواده فلسطینی کشته شده $7,000 پرداخت میکند. و ادهم بارزانی میگه آنچه در اقلیم کردستان وجود دارد فساد نیست، غارت است. این از اقوام بارزانیه. بله اینقدر خبرها زیاده که انسان نمیدونه از با کدوم یکی صحبتاشو شروع کنه. یک برنامه هستش که یک بسیجی در پاسخ با حالو که من رأی نمیدهم شعری گفته که در فرصت مناسبتر پخشش میکنیم. اجازه بدید که با یک مطلبی کوتاهی در خدمتتون باشیم. بریم سراغ خانم دکتر بهیه جیلانی که امروز پنجشنبه است و پنجشنبه خانم دکتر جیلانی هستش. مردم به سحر و شعبده در خواب رفته اید، در این کویر تشنه پی آب رفته اید. تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ در جستجوی نور کدامین ستاره اید؟ مردم برای هیبتمان آبرو نماند، فریاد دادخواهی من در گلو نماند. اینان تمام هستی ما را گرفتند، شور و نشاط و مستی ما را گرفتند. در موجخیز حادثه کشتی شکسته است، در ما غمی به وسعت دریا نشسته است. در زیر بار غصه رمق ناله می کند، از حجم این سروده ورق
ناله می کند اندوه این حدیث، دلم را به خون کشید، عقل مرا دوباره به طرف جنون کشید. حل من مبارز از بن دندان برآورم، رخش غزل دوباره به جولان درآورم. بله، تلاش میکنیم که خانم دکتر جیلانی رو داشته باشیم در پنجشنبه‌های برنامه خودشون. الو، درود بر شما. درود بر شما خانم دکتر جیلانی و سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار هم‌میهنانتون از طریق رادیو سرباز قرار میدید، در حالی که ما فردا صبح در کشورمون نمایش انتخابات برقرار خواهد شد. خانم جیلانی، چون من می‌بینم شما خیلی فعال هستین در این زمینه، گفتم اولین صحبتی که میکنیم و مهمترین صحبتی که میکنیم در مورد این انتصابات باشه و از نظریات شما هم من هم شنوندگانمون آگاه بشیم. خانم دکتر بهیه جیلانی. درود فراوان به شما، امیدوارم که خوب و سلامت باشین، همچنین شنوندگان عزیز شما. بله، فردا ما منتظر انتخابات هستیم. امیدوارم که جوابی که مردم خواهند داد همان گونه که انتخابات مهندسی شده، جواب ملت هم مهندسی شده باشه و یک جواب بسیار مثبتی بر علیه جمهوری اسلامی با رأی ندادنشون اعلام بکنند. البته در روزهای اخیر دیدیم که آماری ارائه شده که این آمار گویای این هست که رأی مردم در چالش و بالا و پایین میشه و توانستند رأیی که در چند روز پیش 40-45% نبوده، امروز 60 الی 70% مثبت باشه. اما این مربوط به خود دولتی جهاد اسلامی پشت این رأیگیری اعلام این که تا 70% هم اعلام کردن. بله، نه، من فکر میکنم که ارگان‌های آمار آمریکایی و اروپایی هم در این مسئله گویای همین ارقام هستش، ولی باز این انتخابات کاملا به نظر من تاریکه و نمیشه یک جواب کلی داد، برای اینکه وقتی شما در میان مردم هستید، مردم نه هستند. بله. امیدی نیست به اینکه مردم واقعا برن رأی بدن، یعنی کاملا گویای این هست که مردم نارضایتی خودشون رو در این رأیگیری اعلام خواهند داد با ندادن رأی. اما ما آگاهیم که این انتخابات همیشه از پیش برنامه ریزی شده و مهندسی شده است. وقتی که آقای جنتی اعلام می کنند که ما برای برای خبرگان مشکلی نداریم، شک و تردیدی نداریم، این گویای این هست که این انتخابات کاملا مهندسی شده است. اما وقتی برمیگردیم در میان مردم، بخش مهمی از مردم، در حقیقت 56 میلیون واجد شرایط هستند که فردا باید قانونا رأی بدن که رأی نخواهند داد. اما در آمار کاملا آمارهای متناقض، برای مثال ارگان خبری دانشجویان 40% اعلام رأی میکنه، اما ارگانهای دیگر از جمله البته یک نقطه جالبی که هست، ارگانهای آمریکایی درصد رو بالاتر از ارگانهای درون ایران از جمله صدا و سیما اعلام میکنه و این گویای این هست که من فکر میکنم ارقامی که آمریکایی ها اعلام میکنند گویای این هست که نظر مثبت و یا نظر معتقدند که میتوانند حقیقت باشند، که به نظر من این یک تعارفی است که آمریکا طبق معمول نسبت به ایران میکنه. اما واقعیت این هست که لیست هایی که اعلام شدند می توانند از بین بروند، از جمله لیست تندروها، اصولگراهای مانند جنتی، مانند احمد خاتمی و مانند مصباح یزدی،
چون اینها گروه تشکیل دادن، من معتقدم که میشه این گروه ها رو از بین برد با رأی ندادن. اما من فکر نکنم که این اتفاق بیفته. باز برمیگردیم به همون صحبت همیشگی خودمون که اینها این انتخابات رو کاملا مهندسی کردند، زیرا بعد از اتمام برجام آقای خامنه‌ای نمیخواد مجلس رو در اختیار اصلاح طلب ها که معتقد به آقای روحانی هستند و برای آقای روحانی این مسئله یک قدرت و پیروزی مضاعف خواهد بود، هم برجام و هم مجلس. البته اگر آقای روحانی بتواند این مجلس رو به اصلاح طلب ها ارائه بدهد، البته میدونین همونجور که آقای خامنه‌ای گفته مجلس نباید نه راست باشه نه چپ نه اصولگرا نه اصلاح طلب بلکه مردمی، اما این واقعیت نداره. اگر مجلس اصلاح طلب و میان راههای اصولگرا وارد بشن، این یک قدرت مضاعف برای دولت خواهد بود و آقای خامنه‌ای همچین قدرتی رو نمیخواد در اختیار آقای روحانی بگذارد، همچنان که در گذشته هم نگذاشته. و امروز اگر دشمن میکنند، این دشمن نفوذ، هیچ کلمات جدیدی در 38 سال عمر جمهوری اسلامی نیست، بلکه هر از گاهی متفاوت و امروز به کلمه دشمن و نفوذی رسیده ایم. دقیقاً. و این کلماتی هستند که 38 سال به فرم‌های مختلف مانند فتنه همیشه تکرار شدند و امسال و این انتخابات روی کلمه نفوذی میگذره و این کلمه نفوذی با این کلمه نفوذی تونستند کنترل رو تا به امروز داشته باشند. اما با داشتن کنترل، حتی با ریزش شدید کاندیداها، من فکر نمی کنم که مطمئناً 100% جمهوری اسلامی بتواند این انتخابات رو کنترل بکنه و من مطمئن هستم که در پس این انتخابات اتفاقاتی خواهد افتاد که شاید دعا کنیم که جمهوری اسلامی کنترل رو از دست بده، برای اینکه تقریباً این انتخابات مشابه یک جنگ داخلیه که ما داریم زندگی میکنیم. برای مثال از لحاظ نیروی انتظامی، ارتش در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده و یا اینکه وزارت اطلاعات اعلام کنترل بیشتر و کنترل رو در دست داشتن رو اعلام کرده و این گویای این هست که جمهوری اسلامی از درون کاملا مانند ژله در حال لرزش هست و کنترل مطلق رو نداره. به خصوص وقتی ما سخنرانی های آقای خامنه‌ای رو میشنویم و هرچه دشمن میکنه، بدانید که به معنای واقعی کلمه کنترل رو در دستش نداره و هنوز مطمئن نیست که توانسته این مهندسی رو به انتها برسونه و این باعث میشه که اصولگراها بتوانند شاید با نوع رأی دادن به افراد این انتخابات رو کنترل بکنند و شورای خبرگان در این مقطع بسیار مهمه، چون صحبت از جانشینی و فرم و ساختار شورای نگهبان هست که آینده جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد. سرکار خانم جیلانی، شما فکر میکنید که چند درصد واقعی از مردم به صندوق رای میرن؟ حدوداً من فکر میکنم که حدود 40-45% مردم به پای صندوق ها برند و این افرادی نیستند که از درون با جمهوری اسلامی هستند، افرادی هستند که بالاجبار به شرایط کار یا دانشجو بودن یا کارمند بودن و یا وحشت داشتن و ترس داشتن به پای صندوق ها خواهند رفت و اینکه جمهوری اسلامی همیشه یک سری شناسنامه های باطل شده رو در اختیار داره که من شاهد هستم که در زندانی رأی میده، در صورتی که از لحاظ اجتماعی و قانون اساسی
یک زندانی و یا یک بیمار در بیمارستان شامل رأی نمیشه. ولی در جمهوری اسلامی 38 ساله نه تنها مرده ها رأی میدن، بلکه بیمارها و زندانی ها هم رأی میدن. و از جمله اینکه پروژه اینکه افرادی رو از جایی به جای دیگر ببرند و یا اینکه صحبت 1 میلیون ایران 1 میلیون افراد رو از جایی به جای دیگر منتقل بکنند. حتی طلاب فیضیه قم و اصولا طلاب قم دستور دادن که با خانواده هاشون بیان تهران. خانم جیلانی بله، جلوشو نمیتونن بگیرن، این مسئله رو کنترل نمیتونن بکنن. ولی تنها مسئله تهران نیست، در تمام شهرهای بزرگ این اتفاق پیش میاد. در شهرهای بزرگ این اتفاق خواهد افتاد و جمهوری اسلامی طبق معمول تقلب را خواهد کرد. در غیر این صورت این جمهوری به اینجا نمی رسید. جمهوری ما داریم صحبت از حکومت و نظامی میکنیم که از نقطه آ تا زدش فاسده و غیر مردمیه و در بطن مردم هیچ اعتقادی به این انتخابات وجود نداره، ولی شرایط بعضی از افراد و اینکه خود جمهوری اسلامی و دوروبری های خودش کم نیستن و اینها حتما رای خواهند. خانم دکتر، من تصور میکنم پس فردا اعلام بشه 60 تا 70% شرکت کردن و رای دادن و اون لیستی رو که دارن میخوان بیرون میارن. تصور شما غیر از اینه؟ ببینین، ما امروز واقعا در مقابل یک دیوار بتونی قرار گرفتیم. ملت ما چاره دیگری ندارد به جز اینکه روز جمعه در خانه های خودشون بنشینند و خارج نشوند. اگر شما فکر میکنید که ملت ما با رأی دادن یا رأی ندادن در اصل این نظام تغییری به وجود خواهد به وجود نخواهند آورد، در نتیجه ما میدانیم که جمهوری اسلامی میخواهد از حضور مردم در خیابانها سوء استفاده و مشروعیت به یک نظام یک شیر دم و یال بریده است. در نتیجه میخواهد به او جان دوباره برساند و خود را در مقابل جهانیان با آبرو و مشروع نشان بدهد. حال اگر ملت ما بعد از 38 سال هنوز به باور این نرسیدند که این نظام تغییر ناپذیر، اصلاح ناپذیره، مطمئناً این اشتباه بارها و بارها تکرار خواهد شد. چنانچه 38 سال ما دیدیم، سبز دیدیم، بنفش داریم میبینیم و امروز اعلامیه های آقای روحانی رو آبی آسمانی دیدیم، ولی این رنگ ها نیستند که ما رو نجات خواهند داد، بلکه این اندیشه ما و این تصمیم ما و مصمم بودن ما در تصمیم ما هست که ما رو موفق و پیروز خواهد کرد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی یک حکومت آخونده و این آخوند اگر توانسته داستان کربلا و شهادت امام حسین رو 1400 سال زنده نگه بداره و شما رو 1014 سال با یک جوک تکراری بخندانه و یا بگریانه، پس بدانید که این نظام میتواند ما رو قرنها و قرنها با رنگها و داستانها مشغول بکنه و من فکر میکنم ما ملت امروز باید در مقابل ایرانی که مملکتی که امروز زخمی و ناتوانه و برزمینه مصمم باشیم که چه میخواهیم و میخواهیم چه بکنیم. در غیر این صورت عمر انسان کاملا محدوده و ما بیش از این نمیتوانیم کاری انجام بدیم. خانم دکتر جلالی، من دیدم که اعلام کردن از طرف به اصطلاح پسر آقای کروبی و خانواده کروبی که آقای کروبی گفتن که یک صندوق سیار رایگیری بیارن که ایشون میخوان رای بدن و همچنین از طرف آقای میرحسین موسوی. شما فرقی دیگه الان بین کروبی میبینید با همین جنتی و تشکیلات اصولگرایان؟ اینا در هستند و اگر واقعا این کارو کرده باشن، این صحبتو کرده باشن،
همونطور که شما فرمودین کسانی که در زندان طبق قانون نمیتونن رأی بدن، نظرتون درباره اینا چیه؟ اینا حقیقت داره که خودشون اعلام کردن، یا اگر اعلام کردن تحت شرایطی هستن که مجبور هستن، یا واقعا اینجوری فکر میکنن بعد از این مدتی که در حبس بودن، ناراحت بودن، بیمارستان بودن، عمل کردن، بسیار ناراحتی کشیدن؟ آقای کروبی، این به نظر من این تصمیم بیشتر شبیه یک تاکتیک تا اینکه ما بگیم آقای کروبی واقعا زندان و امروز بعد از 5 سال شکنجه نشدن به اندازه کافی. من فکر میکنم که یک میتونه یک شبیه یک تقاضا و یا عقب نشینی باشه، چون تا به امروز پسر آقای کروبی اعلام کرده که پدرش هیچ عقب نشینی نکرده، ولی این تصمیم یک هنوز جمهوری اسلامی رو مشروع دانستن و به جمهوریت این نظام معتقد بودن و اینکه هنوز در مقابل خامنه‌ای ایستادن و اینکه خامنه‌ای رو اجازه ندادن که به مطلق و قدرت مطلق مبدل شدن. زیرا ما آگاهیم که آقای خامنه‌ای امروز در تلاش این هست که شاهنشاه آریامهر و یا حتی خمینی بشود. در نتیجه اصلا این پتانسیل رو نداره خانم دکتر جیلانی، نه برای که مثل شاهنشاه بشه، نه مثل خمینی بشه. اصلا این ظرفیت رو نداره خامنه‌ای، حتی نگاه مردم. ما این شخصیت، در مورد شخصیت افراد صحبت نمی کنیم، در مورد قدرت طلبی آقای خامنه‌ای مطمئناً از لحاظ شخصی نه با محمد رضا شاه پهلوی قابل مقایسه است و حتی با شخصیت انقلابی آقای خامنه‌ای که ما ضد او بودیم. و این خمینی منظورتون؟ بله خمینی، ببخشید. آقای خمینی یک شخصیت کاریزماتیک بود و دو پدر انقلاب بود، حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم. بله. در نتیجه و اینکه یک فرد انقلابی هم از دنیا رفت و وارد سیاست نشد، تصمیم گیری میکرد، قدرت تام بود، اما وارد سیاست نشد و وصیت‌نامه خود را این چنان گذاشت که نه آخوند نه سپاهی ارتشی در قدرت وجود داشته باشند. و آقای خامنه‌ای تمام این اصول رو، ساختار رو در هم و برهم کرد، شکوند. یعنی چی؟ یعنی که خود آقای خامنه‌ای کاملا با جانشینی خمینی یک شخصیت سیاسی به خودش داد و از اون فرم انقلابی و تقدس دوری کرد و امروز آقای خامنه‌ای خون شاید بگم صدها هزار جوان رو به روی دستش داره، ولی خمینی یک قدرت تام انقلابی بود. حتی کشتاری که کرد بیشتر جنبه انقلابی داشت تا خصومت‌های شخصی. و من فکر میکنم که خامنه‌ای امروز در صدد این هست که مشابه این قدرت رو در خودش، در شخصیتش برجا بگذاره، اما خوشبختانه تا به امروز موفق نشده و موفق هم نخواهد شد. نه تنها کاریزمای خمینی رو نداره، بلکه دنیایی است که امروز افراد مطلق گرا رو در دل خودش نمیپذیره و خامنه‌ای به نظر من از پیش باخته است و این دیگ در حال جوشیدنه و اگر زمان انفجار امروز نباشه مطمئناً به زودی خواهد بود. در نتیجه فقط خامنه‌ای مانند کسی است که پاشو روی پدال گاز گذاشته و به زور داره ترمز رو میگیره و این ترمز مطمئناً به زودی خواهد برید، زیرا حتی اون بخش اصولگرا امروز شکاف برداشته. حتی امروز در دل سپاه یک دست نیستند.
گروهی به سمت و سوی رفسنجانی هستند و گروهی به سمت و سوی خامنه‌ای هستند و آقای خامنه‌ای میدونه که رفسنجانی رو نمیتونه نابود بکنه. رفسنجانی خودش یک خامنه‌ای کوچکه، اگرچه میتونه شاید هم بزرگتر باشه. در نتیجه من فکر میکنم که خامنه‌ای شانسی نداره به جز اینکه خودش با احترام عقب نشینی بکنه و اجازه بده کسانی دیگر به حکومت بیان، یا اینکه احزاب رو کم کم آزاد بکنه. شما تصور میکنید خامنه‌ای اصلا در این فکر هست خانم دکتر؟ نه، خامنه‌ای مثل تمام افرادی که قدرت زدگی پیدا کرده و توهم زدگی پیدا کرده باور نداره که باید تقسیم قدرت بکنه و همین احساس خامنه‌ای او رو نابود خواهد کرد. و ما دیدیم دیکتاتورها چگونه نابود شدند در زمانی که واقعا نخواستند عقب نشینی بکنند. ما هیتلر رو زندگی کردیم، ما موسولینی رو زندگی کردیم و دیگر دیکتاتورها امروز زیر چشم ما مانند اسد، که حال البته اسد رو یه سری افرادی به قولی برای منافع خودشون اسد رو میخواهند حفظ بکنند، ولی در هر حال اسد فقط اسد نیست، پدر اسد هم بود که دیکتاتوری رو از سالها پیش آغاز کرده بود و امروز پسرش دنبال پدرش، البته نه به غلظت خشم و ترور پدرش، اما پسرش هم ما شاهدیم که تا به امروز نشون داده پسر خلفیه مثل پدرشه. ولی در هر حال همیشه بچه ها راه پدر و خانواده رو دنبال میکنن. شما هیچ موقع نمیتونستین توقع داشته باشین که از اسد پدر یک فرشته دموکرات بیاد واسه یک فرشته بله به جا بگذارد. خانم دکتر، من با فعالان بسیاری صحبت کردم مثل خود شما، همه معتقدن که از فردای انتخابات، یعنی از روز شنبه‌ای که در پیش هست، هر نتیجه‌ای که اعلام بشه این شرایط امروز دیگه نخواهد بود، شرایط روی به پس رفتن برای نظام جمهوری اسلامی. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی پتانسیلش رو در عرض 38 سال عمری که داشته استفاده کرده، دقیقا مانند عمر یک انسانی که شما بستگی داره چگونه با زندگیتون برخورد بکنین. بعضی از انسانها کاملا بیولوژیک زندگی میکنند، سلامت خودشون رو مراعات میکنند، عمر طولانی میکنند، و کسانی هستند که زندگیشون رو سرعت تند بهش میدن، تندتر نفس میکشن، هیجانات بالا پایین جنگ، اینها محکوم به مرگ سریع هستند. ما شاهد این هستیم که 38 سال عمر جمهوری اسلامی به جز اضطراب و جنگ و خشونت نبوده. به نظر من جمهوری اسلامی اگرچه 38 سال خیلی طولانی است برای عمر ما، ولی برای عمر یک نظام 38 سال چیزی نیست. ولی جمهوری اسلامی مطمئن باشید به مرگ زودرس مبتلا خواهد شد، زیرا در این 38 سال شاید به جای 380 سال پتانسیل خشونت و مرگ رو زندگی کرد و بر مردم بخشید مرگ رو. در نتیجه من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نفسهای آخرش رو میکشه، اما فقط ما باید تلنگری باشیم بر این جسم بیمار و زخمی و بستگی به ما داره. جمهوری اسلامی میتواند با همین جسم زخمی سالها و سالها زندگی بکند، اما اگر ما مصمم باشیم مطمئناً زخم این نظام رو بزرگتر و بزرگتر میکنیم تا جایی که سر از بدن جدا بشه، سر از بدن کنده بشه. فقط بستگی به ما و خواست ما داره. چقدر من خوشحالم که این نظریات رو از زبون شما میشنوم خانم بهیه جیلانی. ما تقریبا تو همین مایه هم از دوستان دیگه هم همه همینو میگن خانم جیلانی.
درسته که مدرک خاصی در دست نیست برای اثبات گفتار، ولی کاملا احساس میشه که اتفاقاتی در راه. خانم دکتر دقیقا من معتقد به یک نوع کمیونیکیشن هستم که اسمش رو گذاشتم کمیونیکیشن نووربال، که این یک زبانی است که کلام در او جایی ندارد. در نتیجه احساسات واقعیت ها رو نمود می کند. امروز عمر جمهوری اسلامی نیازی به تعریف و تمجید و آری و خیر نداره. من فکر می کنم که امروز جمهوری اسلامی کاملا مشخصه که داره دست و پا میزنه، مانند یک گوسفندی که سرش رو بریدند و در حال جان کندن و مطمئناً آخرین دست و پا بسیار با قدرت و شدت خواهد بود و هر که نزدیک بشود ممکنه بلایی سرش بیاد، ولی مطمئناً نفسهای آخره. درود به شرفتون خانم دکتر. من رو خوشحال میکنید چون من فعالیت های شما رو، مطالبی که می‌نویسین در دنیای مجازی در فیسبوک همیشه تعقیب میکنم. خودتونم استحضار دارید که من این کارو میکنم و شنیدن این صحبت ها از زبان شما برای من خیلی با ارزشه. شنوندگان این توجه رو داشته باشن که خانم دکتر جیلانی یک فعال سیاسی آگاه و سابقه دار و پرسابقه هستند و نظریات صائبی دارن در مورد شرایط مملکتیمون و تلاششون. من چون در فیسبوکم افتخار دارم که دوست فیسبوکیشون باشم، همینطور مطالبشون رو من تعقیب میکنم. خانم دکتر یه وقتی من میبینم شما از رادیو فردا هم شعر میکنین، با خودم میگم خانم دکتر جیلانی چرا از رادیو فردا این خبراتی شعر میکنین؟ نه ببینین، این خودش احساس دموکراتیکه که ما امروز خودمون رو مستند، البته نسبت به اخبار مجاهدین من کاملا آلرژی دارم چون میدونم که راست و دروغ، البته اخبار کلش راست و دروغه، ولی بعضی ها درصد بالای دروغ دارن مثل رسانه‌های مجاهدین. اما رسانه فردا، رادیو فردا من میشناسم به چه جناحی، به چه سمت و سوی گرایش فکری دارن. اوکی، من با اونها کار نمی کنم، اما دلیل نمیشه که در بطن این رسانه خبرهای خوب یا گاهی بی‌طرفانه وجود نداشته باشه. در نتیجه من اخبار رو کاملا در اختیار فرد میگذارم و فرد به اندازه بینش و تجربهش با اون خبر یا مثبت تایید میکنه یا منفی تایید میکنه. در نتیجه این رو من در اختیار خواننده یا شنونده میگذارم که یک خودش قاضی باشه و ببینه که یک رسانه چگونه میتونه به دروغ یک اندیشه‌ای رو پرورش بده یا برعکس. واسه خاطر اینه که برای من هیچ رسانه، اگر شما مشاهده کرده باشین، من سلطنت طلب نیستم، اما خیلی احترام به سلطنت طلب ها میذارم و ازشون هم از اونها هم خواهش میکنم. من یک مصدقی هستم، شما احترام به مصدق بذارین، زیرا تاریخ نباید باعث بشه که ما امروز نتوانیم سر مسائل مشترک با هم کار بکنیم. در نتیجه من هر کسی رو تا حدی قبول دارم و معتقدم که هر کسی با هر اندیشه‌ای میتونه حرف راست رو بزنه و جناحی، نگاه جناحی رو ما خودمون باشیم، عقیده خودمون باشیم، خودمون رو زمانی که از ما خواستن تعریف بکنیم، اما دیگران رو از بین نبریم واسه خاطر اینکه مانند ما فکر نمی‌کنن. بله من میدونم که وابسته به رفسنجانی هستند و پول رفسنجانی رو میخورند، ولی تایید میکنم که بعضی از خبراشون بد نیست. خانم دکتر یکی از اشکالاتی که ما جهان سومی ها داریم اینه که مثلا من طرفدار پادشاهی هستم، همینطور که شما مصدقی هستید من طرفدار پادشاهی پارلمانی هستم. متاسفانه وقتی میرسیم به یک کسی که مثلا من پادشاهی میرسم به خانم دکتر جیلانی مصدقی، فکر میکنم به دشمنم رسیدم در برخورد. این یک اشکال بزرگ ما جهان سومی هاست که نمیتونیم کنار هم بشینیم گفتمان داشته باشیم، چون اصلا مسائل قاطی میکنیم با هم دیگه. خانم دکتر جیلانی این یک فاجعه است بین ما. شاید این 37 سال
که شده 37 سال رفتیم تو 38 سال، یکی از دلایلش همین حالت ما ملت باشه که من فکر کنم که خب خانم دکتر جیلانی مصدقیه پس دشمن منه. نه باور کنین اینجوریه بین ما. اشتباهه. ببینین خیلی اشتباهه، خیلی اشتباهه. برای اینکه پیش از این که ما خطوط فکری باشیم، وابسته به یک خط فکری باشیم، ایرانی هستیم. من ایرانیتمون که بین ما بزرگترین مشترکات ایران، یعنی همون اندازه‌ای که شما عاشق ایرانی هستین، یک کمونیست میتونه عاشق ایران باشه، یک راست، یک میانه رو بله. عاشق ایران باشه. ما اگر تو ترازو بذارن احساسمون رو مطمئنا هم وزنه، اما شما از راهی، من از راهی، و اینکه تو این راهی که میریم باز میتونیم مشترکات پیدا بکنیم، هزارها میتونیم در جای خودمون، در جای من اصلا نمیگم من گرایش های دیگری از لحاظ فکری و اعتقادی پیدا بکنم، در جای خودمون ما میتوانیم با هم کار بکنیم. و اینکه امروز چرا نمیتوانیم، گویای این هست که ما آنچنان استبداد زدیم به وسیله سیاست های حاکم، آنچنان به ما چابلوسی و جاسوس بودن و خبرچین بودن و دیکتاتور بودن و بیرحم بودن و این نظام ها به ما آموختند که ما هنوز 37 ساله ما داریم شکنجه میشیم، داریم بهای دموکراسی و آزاد اندیشی رو میدیم. ولی امروز کجا هستیم؟ هنوز اول خطیم، هنوز یاد نگرفتیم همدیگر رو دوست داشته باشیم و خارج از خطوط سیاسی ببینیم. ما قبل از به من میگن خانم جیلانی چرا از کردها دفاع میکنی؟ میگم کردها، من اصلا فکر نمی کنم که کردها کرد هستن، من فکر میکنم ایرانی هستن. و حتی کسانی که میگویند عرب اهوازی، من عصبانی میشم. عرب اهوازی ما نداریم، اهوازی داریم که عرب زبانه. دقیقاً. مانند آذربایجانی داریم که ترکوفونه، ترک زبانه، ولی ایرانیه. تا زمانی که ما خودمون این اندیشه استبداد رو از ذهن خودمون خارج نکردیم و بهش معتقد نبودیم، مطمئن باشید که فاشیسم و دیکتاتوری همینجور میزاد و زایش میشه. و ما که معتقد هستیم دموکراسی، اول باید اندیشه خودمون رو اندیشه دموکرات بکنیم، چیزی که هنوز در ایران وجود نداره. و این از بی تجربگی ما در بازی های سیاسیه. من در فرانسه، من شد 42 سال که در فرانسه هستم، از احزاب سیاسی و از افراد سیاسی که این احزاب رو تشکیل دادن کار سیاست رو یاد گرفتم. پیش از این که بنده وابسته به یک حزبی باشم، اینها فرانسوی هستند، در منافع ملی کشورشون همشون مشترکن. وقتی صحبت منافع ملی میاد، افراد احزابشون رو کنار میگذارن و یکی میشن و این یکی شدن باعث قدرتشون میشه و راحت‌تر در مقابل تجاوز ایستادگی میکنن. ترورهای پاریس، شما دیدین چگونه همه شانه به شانه دادن و داستان رو جمع کردند و تمام شد. بله واقعا. برای اینکه با هم یکی میشن و تنها یکی میشن، تازه با هم بودن رو حس میکنن چه قدرتی تولید میکنه و چه زود بر مشکلات فائق میشن و ما این رو نداریم. هنوز نداریم. متاسفانه هنوز نداریم. به ما نگفتن که انسان، چیزی که من با مجاهدین مشکل داشتم این بود که من به اینها میگفتم شما نمیتونین واقعیت انسان، حس انسانی رو از بین ببرین به نام حزب، به نام مبارزه سیاسی. ولی متاسفانه هنوز افراد به این مسئله نرسیدن که انسان باید بالای ایدئولوژی باشه. ایدئولوژی برای انسانه، انسان برای ایدئولوژی نیست. و ما در یک درد، در یک چیز خیلی بزرگی مشترک هستیم که مرز نمیشناسه، اونم انسانه. اگر ما انسان رو محور قرار بدیم،
خیلی راحت تر زندگی میکنیم، خیلی خیلی راحت تر زندگی میکنیم، خیلی سالمتر، خیلی عاشقانه تر، خیلی با محبت تر، خیلی قانونمندتر و خیلی موفق تر در نتیجه. خیلی موفق تر. بله، تولید قدرت میکنه با هم بودن و به هم ایمان داشتن. همین الان که خانم دکتر ما در دنیای مجازی داریم میبینیم که یک جمعیت زیادی بر علیه مشارکت نکردن در انتصابات الان فعال هستن. همین احساس خوب به انسان میده. نمیدونم متوجه عرضم میشین؟ من احساس میکنم که مردم یه تکونی دارن میخورن، دارن یه چیزایی فکر میکنن، به یه نتایجی دارن میرسن. جاشه که کنار هم بیشتر بیستیم. حتی کسانی که امروز صحبت از رأی دادن میکنند، خیلی جالبه، فلسفهشون متفاوته. جوانها به خصوص، کسانی که سن کم دارند، امروز 18-19 سالشونه، اولین باره دارن رأی میدن. این بچه ها جور دیگری با تمام متفاوت بودن با ساختار کل این نظام معتقدند که با رأی دادنشون میگن ما هستیم و شما نمیتوانید هر کاری رو انجام بدین. هستیم با تمام سانسورها، با تمام رد صلاحیت کردنها، باز ما یک جویباری در این وسط گیر میاریم که گیرم میارن. بله گیر میارن و نفوذ میکنن. البته خیلی زمان بره. بله. خیلی زمان بره، تا چند دوره باید تکرار بشه که این نسل اول انقلاب از میان بره و کار بیفته دست حتی آخوند جوان، حتی آخوندی مثل حسن خمینی که من نامش تمام بدنمو میلرزونه، چون خمینی در پس حسن هست. بله متوجه میشم. اما مسئله اینه که باز اینها نسل جوانند و امیدوار میشه بهشون بود که شاید تحولی به سمت و سوی منافع ملی پیش ببرن، شاید اصلا منافع ملی رو درک بکنن، برای اینکه اینها فقط منافع اسلام و مگر ندیدید آقای جنتی گفت برای ما اسلام و شورای نگهبان مهمه پیش از ایران، برای ما بله الان میگم در داوره. گاهی من خودم میپرسم اینا از کجا اومدن؟ آیا اینا اصلا بوی از ایران و ایرانیت بردن؟ آیا حس میکنن که اکسیژنی که دارن نفس میکشن مال ایرانه؟ اون تریبون، اون برق، اون آبی که مصرف میکنن مال کشوری به نام ایرانه؟ اینها اصلا یعنی وحشتناکه. یکی شعار میده که مواظب باشین کسانی با شعار ایرانیت وارد مجلس نشوند. حالا مصباح یزدی علنا، یعنی واقعا وحشتناکه، یعنی دردآوره. اینا پاسپورت ایرانی دارن، شناسنامه ایرانی دارن، فارسی صحبت میکنن، چلو کباب دوست دارن، قرمه سبزی دوست دارن. چطور ممکنه که ایرانیت رو پس از اسلام ببینن؟ اینا واقعا در اروپا میگن extraordinary، اینا واقعا extraordinary، یعنی خارق العاده‌اند، معلوم نیست وابسته به کجا هستند. در نوع خودشون. خانم جیلانی من تشکر میکنم، چقدر سریع زمان گذشت. چقدر لذت بردم از فرمایشاتتون خانم دکتر جیلانی. خواهش میکنم، امیدوارم که بتونم امیدی باشم در دل کسانی که صدای ما رو میشنون. زنده باشین خانم دکتر جیلانی. تا چند ساعت دیگه این برنامه شما روی فیسبوک ها خواهد اومد، خدمتتون خواهم فرستاد. خیلی ممنون از لطفتون. ممنون میشم و سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردین، در خدمتتون بودیم. تا هفته آینده پنجشنبه که مجددا در خدمتتون باشیم خانم دکتر جیلانی. خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. سپاسگزاریم. وقتتون بخیر. وقت بخیر. رستوران و پیتزابار اول پرشین جهت قدردانی از استقبال شما و ارائه سرویس بهتر تقدیم می کند.
سرویس ناهار روزانه داگنز رت از ساعت 11 تا 15 89 کرون. همه روزه چلو کباب کوبیده به همراه ریحان و گوجه، جوجه کباب، پیتزای انتخابی شما همراه با سالاد، نوشابه، چای و قهوه. و همچنین غذای وگان ویژه گیاهخواران شامل بلغور، سبزیجات، فلافل، گوجه سرخ شده، زیتون، گوجه خشک شده، پنیر و ماست. در صورت آب همتنینگ فقط 79 کرون. از ساعت 15 تا 17 کلیه غذاهای داگنز رت فقط 79 کرون. نان داغ، کباب داغ فقط 49 کرون. سورشتارک و شراب 39 کرون. از ساعت 17 تا 21 چلو کباب مخصوص، چنجه و چلو کباب برگ نیز سرو می شود. پیش غذا کشک و بادمجان، نان و پنیر و نان و ماست. دانشجویان، رانندگان محترم تاکسی، پناهجویان از 10% تخفیف ویژه برخوردارند. آشپزخانه مجهز اولد پرشین آماده سفارش شما جهت تولدها، جشنها و مهمانیها می باشد. با سفارش حداقل 2 پرس غذا و احتساب 80 کرون هزینه راه، غذای مورد نظر شما در محل تحویل می گردد. اولد پرشین در مرکز شهر، خیابان مقابل درب اداره مالیات، توریگاتان 4. شماره تماس 031 77 40 680 031 77 40 680. اولد پرشین. بله، اولد پرشین برنامه کاری جمعه ها و شنبه های خودش رو برای دادن سرویس بهتر و بیشتر 1 ساعت، یعنی تا 10 شب بیشتر کرده، چون همیشه ساعت کاریشون معمولا 9 هستش. همچنین از 5 تا 10 شب هر روزه که مشتری در اونجا هستش پیتزای انتخابی و استار کن 99 کرون میدن. و طبیعتاً یادآوری میکنم که پارکینگ نوردستان از 6 بعد از ظهر تا 10 شب مجانی هستش، علاوه بر این که یک شنبه از صبح تا شب مجانی هستش. عزیزان، این مربوط به تبلیغ اولد پرشین بود. من امروز مهمان داشتم، زنگ زدم غذای سفارش دادم از اولد پرشین. باورم بفرمایید که این کبابی که برای من اومده جای شما خالی خوردم، اصلا نتونستم تو این شهر مشابهش رو گیر بیارم. امیدوارم که برای یک بارم که شده شما امتحان بفرمایید تا متوجه عرایض من بشوید. اصلا مسئله تبلیغ نیست به ایران سوگند، مسئله کار درسته، مسئله سرویس صحیحه. سپاسگزاری میکنم از همه پرسنل اولد پرشین. اما اجازه بدید از آرایشگاه خانگی خانم فرشته یاد کنیم که با شماره تلفن 0700 147 113 در خدمت خانم ها هستند. ایشون تخصصشون در رشته آرایش خانم ها هستش و شناخته شده هستند در شهر. با شماره تلفن 0700 147 113 خانم فرشته. عزیزانم، خیلی به سرعت گذشت. من امیدوارم که آقای هالو یه شعری خونده به نامی که من دیگه رأی نمیدم، بخوای بده میخوای نده. یک بسیجی در جوابش یک شعر خونده. قضاوت رو به شما واگذار میکنم و با همین مطلب بسیجی تا فردا به شما خداحافظی میکنم. یادتون نره عزیزانی که از اینترنت ما رو دارین، فردا از 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی ما مسائل ایران رو دنبال میکنیم با آقای سعید قائم مقامی تا ساعتی که 5 بعد از ظهری که در خدمتتون از طریق GNF هم خواهیم بود. رادیو سرباز.com سایت ما دوباره یک سایت موقتی اومده در دست تعمیر، سایت اولیه، ولی از این سایت میتونید صدای ما رو داشته باشید. با هم به شعر یک بسیجی در پاسخ به هالو با تهدید به اعدام و سرکوب بیشتر رو گوش کنید. هر خونه ای که دیش داره یکی یکی حساب کنن، صابخونه و همسایه هاشو ای سوال جواب کنن، یه بولدوزر بندازن از بیخ خونه رو خراب کنن تا مطمئن بشن صدای وی او ای گوش نمیدین. من که میرم رأی میدم، شما برین رأی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه
عزیزان، همه کاندیدای عزیز شهرمون آرزو موفقیت دارم. شعری است تحت عنوان در جواب حالو با ترجیح بندیم که ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. جون خودم جون شما، جون همه پهلویا، جون فرح اشرف و شاه، جون داداش علی رضا، بوش کری کاندولیزا، نتانیاهو با اوباما، جون تموم خائنین، خائن بندای اوین. ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. مرغ اگه شد که $100 یا که دلاری 100,000، مرغ میخوام چیکار داداش زیر نگاه ننگ و آر؟ جیره بگیر دشمنید برای ما ندید شعار. شما هم بگید گرونه اون گرونه این گرونه این. ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. گوش بده تا برات بگم خیلی بالاست مقام زن. خوب میدونم مادرمون که حضرت فاطمه ان، دخترای امروزمون مادرای فردامونن. حرمت زن تو دین من افضل بر اصول دین. ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. خدا رو شکر امنیتم تو کل کشورها سره، لااقل امنیتم از اون فرانسه بهتره. سالی یه جاسوس میگیریم نمیذاریم ور بپره. میخوای مثال برات بگم؟ 40 رو به یاد دارین؟ ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. هر خونه ای که دیش داره بهش میگیم که دیش نذار، چون که اصالتت آقا خراب میشه بی اختیار. نظام خونوادتم سست میشه بی بندوبار. میخوای بذار، میخوای نذار، میخوای ببین، میخوای نبین. ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. حسین فهمیده ما که ریش نداشت حال و جونم، حسین فهمیده ما که ریش نداشت حال و جونم، ولی شعورش از من و تو بیشتر خوب میدونم. خدا کنه پای وصیت شهیدان بمونم، شما هم برید مثل بنی صدر تو جمع خائنین. ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. تولید ملی هم داریم، جنسای چینی هم داریم، ماهوارمون توی فضاست، سیب زمینی هم داریم. فلسفه و علم و ادب، بحثای دینی هم داریم. انسانیت حالیتونه گیر به فلسطینی میدیم. ما که میدیم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. گفتی که ما میگیم زنا باید بشینن تو خونه. کی گفته این ساعت داره؟ آمار دانشگاه مونه. اینجا مجاز هر کسی هر جا میخواد درس بخونه. خواهرها باید بدونن علم و شعور و شرع دین. ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی. شیعه و سنی ارمنی پیکره های انقلاب. یکی از واقعیت های افتخارا و سرمایه های نظام ما این هستش که تو مجلس ما نماینده اهل سنت، نماینده ارامنه، کلیبی ها آزادی رو چی مینامن؟ کجای دنیا اینجوری؟ شیعه و سنی ارمنی پیکره های انقلاب، جشن داریم، اذان داریم، اینا همش هست رو حساب. تو دین من بخندونی می نویسن برات ثواب. وقتی که مردیم برامون جشن تولد بگیریم. ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. هر کی جسارت بکنه یا که اهانت بکنه، خطای قرمز ما رو یکی یکی رد بکنه، یا که بخواد یواشکی مردم رو غارت بکنه، باید بره یا گل دار یا که بیفته زیر زمین. ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. شما نپوش شال و عبا، بزن کراوات اونا، تمدن اینجا رپتو، برو تو فاز غربیا. میخوای ولنگاری کنی، جاش تو ایران نیست به خدا. میخوای بری برو، ولی آخر میری تو نقطه چین. من که میرم رأی میدم، شما هم بیان رأی بدید. حالا نقطه چین رو سلیقه خودتون پر. چی گفته که تو دین ما زن نباس آرایش کنه؟ کی گفته که تو دین ما زن نباس آرایش کنه، لباس خوشگل بپوشه، سرمه توی چشش کنه؟ ولی باید این کارا رو برای محرمش کنه. عزت زن تو عفته. با این دو بیت خانه شدین؟
ما که میریم رأی میدیم، شما هم بیان رأی بدید. ما نمیخوام لباسمون عبا و لباده بشه، ما نمیخوام لباسمون عبا و لباده بشه، تجملات کنار بره، توقعات ساده بشه.